کتابخانه بسیار وای است. فرق ندارد چی با نورس است، با کودکان است، جوان است، کلانسال است. مخصوصا در وقتی تنهایی کتاب این از همه دوستی نزدیک انسان است. و دیگر برای نورسان و جوانان کتاب خواندن جهانبینی را وسیع می کند و انسان را سخندان می کند، سخنگو می کند. هستند سیاستمداران، هستند حتی اینتلیگنسی داریم که معلومات های برنده کافی و در سخنوری، سخندانی، سخنگویی کمتر وای دارن یک قسمش. ما بسیار کتاب میخونم. کتاب وقتی که آدم میخونه دلخواه اخبارات اونطوری حل میکنه که بیچنده ریک کم مطالعه میکنه. اگر کودک هم باشد ادبی هدایت کنیم کم بیش وای کنه تیز کودک ها وای میشن. شما بیشتر کتاب بدیهی میخونید؟ همیشه چرا؟ ما کتاب دا بیشو که خوندگیم برای همین آخرام مرتبه کلام کتاب خونده بودید؟ نگاتیو نی مثال کتاب نیسو اودینا ابو کمال مرگ شد خوب همین چرا؟ همین چیزه که یا اکنامیچی خراکتر мощно связан бизнес да. Дорона не каме конкретный бизнес. Ман як набира дорам 14 солаш. این قدر کتابی که وای میخواند، این قدر کتابخانه‌ای که وای دارد از خودساری با بعضا چیزها خودش می‌نویسد آزاد. هر صحبت میکند، فکرت میگیره رفته همون زمان نوشته میکند. خالی جا کجا باشد یرا بازو میکند بگم کتاب میخواند. یک روزه یک کتاب میتیم بگوی میام با جون اینو تمام کردم کتاب دیگر نه کدام کتاب ani خیلی کتاب وای کنن خیلی میپرسد سوال های سیاسی میرا میخونیم مردم قطعی مثبت بعد ما مثلا یک خاراکتری بین‌نهایت دلسوزی داره چندین مرتبه شتا میخریم اینه که با هم دلسوز مرده میکنه همین آدم میره که کسی که ما دبر میگیریم دستگیری میکنه همون آدم درباره ما مینویسد دشمنی ما میشود دستگیری نمیکنه این خیلی آدم هست یکم پرابلمش ممکن گشنم موندنش ممکن همون یا آدم که دید که همین نواسای مای نبیره مای خیلی با چشم نیک نگاهش میکنه میپرسش اقلا میپرسش با چشم نیک این متدی وای این آدمو ایرو بیسوادی بی عقل بی فراسوتیشون هم کارو میکنن یعنی از این لیاز ما باید میکنم که پیش از همه این همه سبب یک سبب هست همه سبب کتابخوانی است. اکا او 3 روز پیش مردگی بود. اصلا